بینندگان عزیز، در خدمت مربی تیم شهدای بابرسر جناب آقای عباس شکری هستیم. آقای شکری خسته نباشید، یه بازی سخت و نفسگیر داشتیم با تیم رده سومی سپیدرود و موفق شدین 3 امتیاز خونگی رو به دست بیارین. از شرایط این بازی برامون بگید. با عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بله، بازی از قبل برای ما مشخص شد بازی بسیار سختی داشتیم با تیم سوم جدول، تیم ریشه‌دار سپیدرود. میدونستیم بازی سختیه، ولی خب فیلم بازی رو دیده بودیم، یک شناختی داشتیم نسبت به این تیم، بر اساس تیم حریف تمرین کردیم. خدا رو شکر فکر کنم بعد یک ماهی که اینجا حضور داریم تیم رو به بلوغ تاکتیکی رسیده و میتونیم کارهایی که تو تمرینات انجام میدیم به نحو احسن توی بازی‌ها به اجرا بذاریم. ولی خب برای این بازی سری مشکلات داشتیم، ما 4-5 تا بازیکن کلیدیمون رو نداشتیم. از روزی که اومدیم 2 تا بازیکن خوب، آقای علی زاره، آقای فرزاد تاری و آقای نقدی رو ما نداشتیم و 2 تا متاسفانه تو بازی رزکان 2 تا بازیکن کلیدیمون آقای باباجانی و آقای اسلام دبیری رو متاسفانه از دست دادیم، نداشتیم. کلا دیدین دیگه نیمکت ما خالی بود، بازیکن جوون داشتیم، ولی خدا رو شکر بچه‌مون واقعا پله خواستن صرف کردن. واقعا تیم درود میفرستم به شرفشون، واقعا بچه‌های با غیرتی ان و تمام سعیشون کردن و با همت اینو توکل به خود ما به موفقیت هم رسیدیم. آقای شکری، از تیمتون برامون بگین در از لحاظ مالی و در هفته‌های بعدی که با این مصوم و محرومایی که دارین چه خواهید کرد؟ از لحاظ مالی والله قبل از که ما ورود کنیم باشگاه فکر کنم هولوش 50% رو پرداختی داشت. البته 2 تا بازیکن به 50 نرسیدن. طبق صحبتایی که داشتیم با مدیر عامل محترم تیم آقای هاشمیان قول دادن که در طول همین هفته بچه‌ای که به 50 نرسیدن 50% رو پر کنن و فکر کنم بعد بازی اردبیل یا قبل بازی اردبیل تیمو به 70 میرسونن، به 70% میرسونن. بازی‌های بعدی هم ببین، واقعیتش اینه که دست و بالمون بسیار خالی از لحاظ نیرو انسانی، از لحاظ بازیکن، ولی ما تمام روز اول هم که اومدیم هدفمون این بود که چون ببین ما با شناخت اومدیم تو این تیم، من و آقای پوراسطالله و عزیزانی که از کادر قبل، آقای تماس، آقای حامد بابانژاد، دکتر عزیزمون، نسبت به این تیم شناخت داشتیم که اومدیم. میدونستیم کار سختیه ولی نشد، نداریم تو این تیم. اومدیم که صعود کنیم نسبت به اینجایی که جدول، نه که به عنوان تیم اول یا دوم صعود کنیم به لیگ 1، چه بسا این امر دور از دسترس هم نیست، ولی ما اومدیم که حداقل یه پله 2 پله دنبالیم که تو جدول صعود کنیم و به نظرم با توجه به نتایجی که هفته قبل رقم خورد، هفته ما قبل رقم خورد و حالا من از نتایج امروز خبر ندارم، با این بردی که ما داریم دور از دسترسه که ما بتونیم یه پله 2 پله صعود کنیم. ان شاءالله ما خدا رو شکر فکر کنم با این برد موندنمون قطعی شد 100%. حالا هم نیم نگاهی به این داریم که تو جدول صعود داشته باشیم با توجه به این انگیزه و پتانسیلی که تیم ما داره، بازیکن‌های ما دارن و کادر فنیمون واقعا زحمت میکشن. دور از کار آقای پوراسطالله و تا آخر تمام دوستان من کادر پشتیبانی، من واقعا جا داره تشکر کنم. تمام وقتمون رو گذاشتیم برای این تیم. یعنی فکر کنم اولین تیم بودیم تو ایران، ما 3 فروردین شروع کردیم با 2 روز استراحت. تمام تلاشمون اینه که تو جدول صعود کنیم. امیدوارم باشگاه بتونه تعادلش نسبت به این بازیکنان با غیرت و با شرف عملی کنه و در آخر اینکه دست مردم خوب بابرسر میبوسم و این تماشاگرایی که امروز تشریف بردن خدا رو شکر شرمنده‌شون نشدیم. ان شاءالله بتونیم این روند رو حفظ کنیم. تشکر از شما. ممنونم، مرسی.